بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه فالوورای عزیز در یوتیوب. این ویدیو ما در یوتیوب هستش و ویدیو اول که به عنوان نمادین و اینا بود و ویدیو دوم برای تاریخچه کلی استقلال در چند دقیقه مختصر ما صحبت‌های انجام بدیم و تمام. ما موضوع امروزمون درباره قهرمانی‌های استقلال به سه بخش تقسیم میشه: درباره قهرمانی‌های استقلال، قدمت و اصالت و تعداد امتیازها و گلایی که خوردن و اینها در اون فصل و اینا، تعداد امتیازها و بردها. بریم اول ما مختصر درباره قهرمانی‌های تیم صحبت کنیم که در مجموع 39 جام استقلال داره. در مجموع 39 جام در تالار افتخاراتش قرار داده که به این عنوان ها یافته میشه که لیگ برتر 10 قهرمانی، جام حذفی 8 قهرمانی، سوپر جام 1 قهرمانی، 13 قهرمانی در جام باشگاه تهران، 4 قهرمانی در جام حذفی تهران، 1 قهرمانی در سوپر جام تهران و اینا داخلی بود. 2 قهرمانی در آسیا، 4 بار حضور در فینال که 2 بار قرار شد 2 بار قهرمان و 3 مقام سومی رو تیم استقلال در کارنامه داشته. و استقلال 21 دوره حضور در آسیا و بیش از فکر کنم 18 بار از مرحله گروه صعود کرده که این هم یکی از رکوردهای دیگه استقلال در آمار کلی لیگ برتر هستش. و بریم سراغ موضوع بعدی ما، قدمت و اصالت تیم ما سال 1324 4 مهر 1324 تأسیس شد و تا چند روز دیگه هم تاریخ 80 سالگی استقلال را جشن خواهند گرفت که حالا فکر کنم شاید شده که برگزار نخواهد و در زمان دیگری برگزار خواهد شد. بریم حالا چیزی نداره. بریم سراغ نام‌های اول تیم. نام اول تیم دوچرخه سوار که به مرور زمان شده تاج، بعد از انقلاب هم شده استقلال و همین الان که دارید می‌بینید. بریم سراغ تعداد برد و تعداد امتیازهایی که ما گرفتیم و بعدش رکوردهایی که استقلال زده و این بازیکنانی که بیشترین گلزن‌ترین بازیکن تیم و با سابقه ترین بازیکن تیم و با سابقه ترین سرمربی تیم که روی نیمکت استقلال نشسته. بریم سراغ تعداد برد و تعداد امتیازهای تیم بیش از 300 برد در کارنامه داشته و امتیازش هم بیش از 1600 امتیاز بوده در 25 دوره لیگ برتر که 25 میش همین الانه. بریم سراغ و یک مختصر در مورد رکورد هم صحبت کنیم که تیم ما همین 3 سال پیش با فرامناژ قهرمان بدون باخت یکی از رکوردهای دیگرش هستش که قهرمان شدیم و با 11 گل خورده فکر کنم بهترین دفاع لیگ رو ما داشتیم و سال 87 فکر کنم 88 با آمار 70 گل زده ما بهترین خط حمله لیگ برتر رو به عهده داشتیم. بریم سراغ گلزن‌ترین بازیکن تیم. آرش برهانی با زدن 8 گل گلزن‌ترین بازیکن تیم ما هستش. محمود فکری با پوشیدن 345 پیراهن استقلال رکورددارترین بازیکن تیم از نظر بازی است در تیم و منصور خان پورهیدری یک از سرمربیان با سابقه تیم است که بیش از 300 بار روی نیمکت تیم نشسته و پرفتخارترین سرمربی تیم هم است که رویش شاد باشه. و ما مختصر درباره هر چیز بود که تو این ویدیو ما توضیح دادیم. ویدیومون مدت کوتاهی و فقط یک مختصر درباره چیز صحبت کنیم که انشالله تیم بهتر بشه وضعیتش از این که هست و انشالله از این وضعیت بیرون بیاد و این نتیجه‌ای که میگیریم یاسر آسانی که 2 گلمون شب زب 2 کردیم با بگم و اون نتیجه بعدی که ما جلوی الوس امارات داشتیم انشالله در آسیا بتونیم نتایج بهتری بگیریم و خودمون رو بهتر بسازیم و انشالله آشورماتو و دفعه دیگر برسن تا بتونیم رهبری کامل رو در مدافعان تیم داشته باشیم، نه که 2 تا هافبک میان دفاع وسط بازی کنن. این یکم افت داره برای تیمی که به تیم دفاع وسط‌های لیگ هم داره. و عارف غلامی هم برای بازی بعدی گفتن که شاید شده که فیکسه برای بازی شمس آذر که جمعه هستش
فیکسه و ما مختصر درباره هر چیزی بود در تاریخچه استقلال، بیشتر تاریخچه استقلال، ولی ما مختصر توضیح دادیم درباره تاریخچه استقلال که همین چیزایی که گفتیم و به خدمت شما قرار دادیم. ما در هفته یک یا دو ویدیو خواهیم گذاشت و تا این ویدیو به پایان رسیده. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بدرود تا ویدیو بعد.